سلام بچه‌ها، به ولاگ من خوش اومدین. از خواب که بیدار شدیم زدیم بیرون که بریم صبحونه بخوریم. بالاخره بعد یه ماه هم ماشین رو ببریم کارواش. بعد شده اومد که امروز عید قربانه و همه جا تعطیله. خلاصه یه جا رو پیدا کردیم که صبحونه داشت. صبحونه رو زدیم بر بدن ولی سیر نشدیم. اومدیم یه رستوران ترکی یه عزیزه سفارش دادیم، خوردیم تا بالاخره احساس سیری کردیم. بعدش هم برگشتم خونه و کلی براتون خوشگلاسیون کردم چون می‌خواستیم بریم دریا. اینجا یه شهرک خیلی خفنه که واقعا نمیدونم اسمش چیه. فقط ما میومد دریاش استفاده می‌کنی. شما فقط ویو رو نگاه کنین چقدر جذابه. یعنی من عاشق اینجام. زیراندازمون رو پنگ کردیم و رفتیم به دل دریا. در صحنه آفتاب مشاهده می‌کنیم و یک آدم بسیار عصبانی که اصلا حوصله تولید محتوا نداره، اما از پس من که بر نمیاد و مجبور دوربینو بگیره دستش که از من فیلم بگیره. یک عالمه ماهی دارید می‌بینید که میومد بین ما رد می‌شد. گل در اومد از همون، غروب در اومد از همون. نشوخی کردم. خلاص غروب شد و الانم یه لحظه خدافظیه. اینورم که ماهو می‌بینید تا ولی که بعد